تا حالا شده درباره یه دوره پیری خودتون فکر کنین؟ مثلا اینکه کجایین، چی کار میکنین، تو چه حالین؟ مثلا داخل شهر زندگی میکنین یا خارج شهر؟ دور اطرافتون آدمای زیادی هستن یا نه تنهایین؟ اگه مریض شده باشین چی؟ مثلا کلا حستون چطوری؟ احساس خوشحالی دارین؟ حس میکنین که آدم اکتیوی میمونین یا نه حس میکنید که قرار یک جانشین بشید؟ نمیدونم، مثلا یک حالت کدری نسبت به اون تایم دارین؟ چطوری فکر میکنید کلا؟ من این چند روز خیلی زیاد فکر کردم درباره این سوالا و دیگه ذهنم درد میکنه و قراره توی این ویدیو درباره قصه سالمندی حرف بزنیم. سلام، من بهارم. به این ویدیو خوش اومدید و برای کسایی که من رو از قبل نمیشناسن، یک ویدیو بوک تاکه و قرار درباره کتابی که من اخیراً خوندم با هم یه گپ بزنیم و من چیزهایی که توش به نظرم رسید و تجربیاتی که توی کتاب تجربه کردم رو دربارش صحبت کنیم. کتاب امروز کتاب تکثیر میشویمه، نویسنده‌اش ایان رید هست، یک نویسنده کانادایی. یک مجموعه، یعنی یک کتاب معروف دیگه هم به اسم تو این فکرم که تمومش کنم داره، جدیدم هست و تکثیر میشویم ترجمه آقای کوروش سلیم زاده است و این کتابی که الان دست منه از انتشارات نشر چشمه است. جزو کاتگوری جهان نوشه که نشون میده یعنی داستان خیلی نوه، جزو داستان‌های مدرنه که فکر کنم مال 2022 هم هست چاپ جهانیش. من عکس روی جلد رو خیلی دوست دارم چون خیلی به فضای داستان میاد و البته که جلد اصلیش هم خیلی جلد خوبیه و خیلی همخونی داره و کلا طراحی جفت جلدا رو دوست دارم. فضا سازی داستان و میتونیم بگیم که ژانر داستان در عین حال که میتونه رئال باشه و یک سری موضوعات روانشناختی رو داره بیان میکنه، میتونه یک فضای اضطرابی، وهم‌آلود، ابهام‌طور و مثلا بگیم که توی حتی ژانر فانتزی و وحشت هم میشه گنجونده بشه. و حالا داستان درباره چیه؟ داستان درباره پنیه، یک خانم هنرمند که در سالهای آخر عمرشه و ما کجای داستان بهش میپیوندیم؟ جایی که همسرش رو از دست داده و دیگه به معنی واقعی تنها شده. حالا در اوایل داستان ما داریم میبینیم که چند سال اولی که همسرش رو از دست داده رو داریم میبینیم که چقدر تنها شده، منزوی شده و به نظر من اصلا زندگیش دیگه به یه خط صاف تبدیل شده. انگار که فقط زنده مونده، نه اینکه مثلا زندگی بکنه. غذا میخوره برای اینکه فقط نیاز بدنش رفع بشه، نه اینکه اون غذا خوشمزه است، علاقه بهش داره، صرفا از روی وظیفه. یا مثلا پیاده روی میره صرفا به خاطر اینکه سالهای زیادی عادت کرده اون ساعت پیاده روی بره، نه اینکه چرا من پیاده روی میرم دوست دارم یا برای سلامتیم خوبه. صرفا داره یه سری کارهایی که تمام عمرش انجام میداده رو اونا رو فقط انجام میده و میگم زندگی نمیکنه و هی تنها تر میشه، منزوی تر میشه. بعد از نگاه خودش انگار نامرئی شده بین آدم‌های جامعه و آدم‌های اطرافش، تا اینکه میاد چراغ لامپ آشپزخونه رو عوض کنه و زمین میخوره و یه ساعت طولانی بیهوش روی زمینه. بعدش هم چون کسی نیستش که ازش مراقبت کنه یا اصلا سراغش رو بگیره، یه مدت طولانی تو هم حالت میمونه تا اینکه بالاخره صاحب خونش پیداش میکنه، به بیمارستان میبره و درمان میشه و بالاخره جون سالم به در میبره از این قضیه خیلی وحشتناک. و بعد از این قضیه به اصرار صاحب خونش راهی خانه سالمندان میشه. چه خانه سالمندانی؟ خانه سالمندانی که همسرش قبل از فوتش هماهنگ کرده برای همچین روزهایی از پنی که انگار میدونسته که همچین اتفاقی ممکنه براش بیفته. و رازآلود بودن داستان از همینجا شروع میشه که همه بهش میگن که بابا تو خودت و همسرت اصلا اینجا رو انتخاب کردین و اون میگه که نه، من اصلا همین چیزی یادم نمیاد که من اینجا رو انتخاب کرده باشم یا اصلا دلم بخواد بیام همچین جایی، اصلا بخوام بیام خانه سالمندان. و دیگه کم کم از اینجا شروع میشه این ژانر جدیدش و حالا به هر مصیبتی و به هر کشمکشی که هست راضی میشه و میره خانه سالمندان. خانه سالمندان حالا چطوریه؟ دور از شهر، وسط یه جنگله و دورش رو کلی درخت گرفته. اسمش اصلا خانه 6 سرو هم هست. و چرا 6 سرو؟ به خاطر اینکه کلاً 6 نفر قرار اونجا زندگی بکنن، 4 نفر سالمندانی که قرار ازشون مراقبت بکنن و 2 نفر از پرسنل
که 4مین نفر از اون سالمندان همین پنی هستش که بالاخره بهشون میپیونده و جمعشون کامل میشه و هی اینجا داره اون رازآلود بودنه رو بیشتر میکنه. پنی بعد یه مدتی که اینجا زندگی میکنه علیرغم میل باطنیش که اومده بود کم کم میبینه نه مثلا شرایطم خوبه، سر موقع داره غذا میخوره، خیلی خوب میخوابه، 3 آدم دیگه هست که همسن خودشن، میدونه یعنی میدونه بحثای مشترک با هم زیاد دارن و از این باید خوشحاله و اصلا میگه که من احساس تعلق داشتن رو یادم رفته بود انقدر که تنها و منزوی زندگی کرده بود و انگار همین حسه که اصلا باعث میشه که ما اون شور زندگی و شوق زندگی رو داشته باشیم و کم کم توی پنی داره زنده میشه همچین حسی، تا اینکه هی متوجه علائمی میشه که بابا اینجا مثلا شرایط عادی نیست، یه ذره عجیبه و اینجا باز همون قسمتاییه که داره ما رو قلقلک میده که این میتونه ژانر وحشت داشته باشه و اون حالت ابهام طور رو داشته باشه که مثلا پنی میگه چرا همه سر ساعت غذا میخورن، چرا همه یه مدل غذا میخورن، چرا نمیشه اصلا از این روتین بیرون اومد و نمیذارن ما روتین دیگه ای داشته باشیم، مثلا همه سر 1 ساعت میخوابن، 1 روز مشخص از ما همه باید برن آرایشگاه، همه مدل موها باید یک شکل باشه و انگار که دارن هویت هر کدوم از این 4 آدم رو ازشون میگیرن به واسطه اینکه ازشون میخوان مراقبت بکنن تا اینها زندگی بهتری داشته باشن و یک جای توی مصاحبه های نویسنده هم مثلا خود نویسنده اشاره میکنه که این کتاب اعتراضی به همینه که ما هویت آدم‌های پیر و سالمند رو انگار ازشون میگیریم به واسطه اینکه میخوایم ازشون مراقبت بکنیم. به این توجه نمی کنیم که آقا پشت این آدم و این شخصیت سالها زندگی، سالها عادتهای متفاوت از ما بوده، ولی ما به بهانه مراقبت از اونها میخوایم که همه اونها رو شبیه هم بکنیم. جایی مثل خانه سالمندان خیلی داره دامن میزنه به این بی‌هویت کردن آدمهای سالمند و اصلا ایده این کتاب هم زمانی به ذهن نویسنده میرسه که رفته ملاقات مادر بزرگ 102 سالش فکر کنم و اونجا متوجه این الگوی رفتاری و این مشکلات سالمندان توی خانه سالمندان میشه و حالا بیرون از خانه سالمندان هم باز هم ما اینها رو داریم، اینکه وقتی انگار وارد اون بازه پیری میشیم، اون سن پیری که تعریف کردن، انگار هویت ما توی جامعه کم رنگ تر میشه و ما انگار نامرئی تر میشیم، از نقش هایی که بهمون محول و کمتر میشه. حالا درسته که اینا همه دلیل مثلا کم شدن توانایی جسمی و فیزیکی داره، ولی خب به هر حال انگار هیچ جایگزینی نیست برای اینکه ما هنوز سالمندان رو توانمند نگه داریم، این احساس تعلقه رو بهشون بدیم و کتاب داره در عین حال که مثلا خواننده رو سرگرم میکنه و یک داستانی رو روایت میکنه به این مسائل هم اعتراض میکنه و شکایت میکنه و خب از داستان دور نشیم و تا اینجا بودیم که پنی هی متوجه یه سری علائم عجیب و غریب میشد و حالا اینها دیگه تا پایان داستان ادامه داره که پنی با یک سری موضوعات روبرو میشه، یه سری اتفاقا میفته و چون ما داریم تو ذهن پنی زندگی میکنیم و داستان رو پیوویمون ذهن پنیه، نمیتونیم تشخیص بدیم که آقا اینا واقعیت یا توهمات پنیه، یعنی مثلا پنی مریض شده، دچار زوال عقل شده یا نه واقعا داره همچین اتفاقات عجیبی توی اون آسایشگاه سالمندان میفته. و دقیقاً قسمت جالب کتاب هم همینه که 2 برداشت پایانی داره، یعنی ما پایانش رو میتونیم 2 اتفاق فرض کنیم، یکی فاز رئالشه و یکی فاز فانتزیشه که نویسندم در اوج ناباوری و نامردی گفته که هر دوتاش میتونه واقعی باشه. من هیچ کدوم رو نگفتم که برداشت اصلی اینه، خیلی باز میذاره پایان رو. البته که واقعا هم پایانش جذابه، یعنی مثل اون یه سری از پایان‌های باز نیست که مثلا اینجوری بلا تکلیف بمونی وای خدای چی شد، بین مثلا 2-3 تا انتخاب هست که میمونی و حتی میشه فاز رئال و فانتزیش رو با هم قاطی کرد و مکمل هم کرد و اون برداشت سوم رو هم داشت که من خودم اون برداشت رو داشتم و داستان سرگرم کننده در عین حال که خب هیجان داره
و در عین حال که داره از یه سری دغدغه‌های مهم صحبت میکنه که به هر حال هر کدوم از ما بالاخره باهاش روبرو میشیم در سالهای نزدیک. کتاب جالبیه، من خوندنش رو پیشنهاد میکنم و چون خیلی جذابه و سریع پیش میره میشه قشنگ توی 2 روز آخر هفته جمعش کرد. نمیتونم بگم که مثلا جز تاپ 10 های منه توی ذهنم، ولی کتاب جالبیه با توجه به مسائلی که مطرح میکنه. و آره من خیلی سعی کردم که اسپویل نکنم، امیدوارم که اسپویلم نشده باشه، چون به نظر من حس کردم که من خیلی جهت میدم به ذهن بیننده و اگه مثلا بخواد به واسطه یه ویدیو من کتاب رو ببینه انگار مثلا از قبل میدونه قراره چه اتفاقی بیفته. ولی الان نگران نباشید، این چیزایی که من گفتم خلاصه ای که همه جای دیگه پیدا میکنید برای معرفیش، مثلا اینطوری نیستش که من جزئیات رو لو داده باشم. انقدر جزئیاتش زیاده و میگم انقدر سیر داستان هیجان انگیزه که کنید که من چیزی گفتم اصلا حرفای من فکر کنم دیگه یادتون بره. و بله این بود از خلاصه و معرفی کتاب تکثیر میشویم که من به تازگی خوندم. از جلدش هم که گفتم چقدر دوست دارم و خود برگه های کتاب هم برگه های کاهیتوره، فونتش خیلی سایزش مناسبه و رنگ کتاب هم مایل به زرد، برگه های کتاب هم مایل به زرده که چشم برای خوندن طولانی مدت اذیت نکنه. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین و مرسی که حمایت میکنین، لایک میکنین و کامنت میذارین. من منتظر نظرات شما هستم، حتما با هم به اشتراک بذارید اگه فکر میکنید این ویدیو به درد کسی میخوره و همچین موضوعی، یعنی موضوع سالمندان، کسی هست در نزدیکی یک همچین دغدغه‌ای داره و این کتاب میتونه براش خوشایند باشه، حتما براش بفرستین. ممنون ازتون و تا ویدیو بعدی، خداحافظ.